بده ببینم. کفش زنونه؟ اینجا؟ اونم پشت در بسته و قفل شده؟ سکوت سنگینی توی یه ثانیه اتاقو خفه کرد. چشماشو بست و نفسشو حبس کرد. باز شدن در کمد با صدای جیغش یکی شد. بلافاصله درد بدی تو سرش پیچید. مرد موهاشو گرفت و با قدرت کشیدش بیرون. تو دیگه کدوم خری هستی؟ زن آوردن قبل مسابقه بهش سرویس بده. زرنگ. جفتشون بلند خندیدن. سراب بیرنگ و رو ترسیده سرشو چرخوند. دست مرد و محکم گاز گرفت. مرد داد بلندی کشید و محکم هلش داد. بدن ظریفش به دیوار خورد و افتاد زمین. درد بدی توی دستش پیچید. انقدر بد که نفسشو بند آورد. دیگه نمیتونست تکونش بده. کثافت گوشتم و کند. بذارم همه دندونای بی صاحب تو خورد کنم؟ مردی که قد کوتاه تر بود کنارش زد و کنار سراب روزانو نشست. حرفامونو شنیدی؟ سراب با ترس و نفرت به زمین خیره شد. نمیخواست چشمای پر از ترس و اشکشو ببینن. از ضعیف بودن متنفر بود، ولی قوی بودن در برابر همچین موجودات ترسناکی سخت بود. باید تا جایی که میتونست لفتش میداد تا عماد و رامان واسه کمک برسن. کری ببینم دستت چلاق شد. حرف نزنی میزنم اون یکی هم شل و پل میکنم. بنال ببینم چی شنیدی؟ سراب: چیزی نشنیدم. پس چرا تو کمد قایم شده بودی؟ سراب: چون داشتید در رو میشکستید. ترسیدم، قایم شدم. بیا این ور، معلومه داره زر میزنه. بذار بزنم یه طرف صورتشو سیاه کنم تا زبون باز کنه. دست سالمشو مشت کرد. دلش میخواست مشتشو بکوبه تو صورت مرد هیکلی پشت سرش، ولی جرأتشو نداشت. بدتر از اون این بود که قدرتشو هم نداشت. میترسید حرکت اضافه‌ای بکنه و بیشتر کتکش بزنن. سراب: هرچی میخواید بردارید و برید. به کسی نمیگم چی شده. مرد بلند خندید. اخی عزیزم، پس حرفی نمیزنی مگه نه؟ خب پس نظرت چیه اون گوشی گنده‌ای که تو جیبت قایم کردی و رد کنی بیاد؟ بعدش ما هم میریم و تو حرفی از ما نمیزنی. باشه؟ سراب با قدرت دست سالمش رو روی جیبش گذاشت. گوشی خودمه. مرد نوچی کرد. توی حرکت سریع محکم پشت گردنش رو گرفت و فشار داد. ببین داری اون رو سگم و بالا میاری، چون خوشگل و تنازی باهات را میام. پس خودت مثل آدم ردش کن بیاد تا نزدم ناقصت کنم. سراب با درد چشماشو بست. دستشو محکمتر روی گوشی فشرد. ولم کن. این کار تو. ضربه محکمی که به شکمش خورد زبونشو بند آورد. آخ. مرد گردنشو ول کرد و عقب کشید. زود باش، باید بریم. مرد هیکلی نیشخندی زد و نزدیکش شد. بذار ببینم، اول دستتو بشکنم یا پاتو؟ پات به نظرم بهتره. اینجوری دیگه نمیتونی راه بری. یا نه وایسا، شاید باید دندوناتو خورد کنم تا دیگه مثل سگ گاز نگیری. ضربه دوم و محکم‌تر به شکمش کوبید. سراب از درد لرزید و تو خودش جمع شد. دستاشو بگیر. دوتایی کنارش زانو زدن. مرد قد کوتاه دوتا دستای ظریفش رو توی یه دست گرفت و با یه دست دیگه‌ش جلوی دهن و بینی سرابو گرفت. وحشت زده سرشو تکون داد. نمیتونست نفس بکشه. اخی داری خفه میشی؟ دست آسیب دیدشو که فشار داد چشماش سیاهی رفتن. درد و با ذره ذره وجودش حس میکرد. دست مرد که روی رونش نشست از شوک خشک شد. نیشخند حال به همزنش با شنیدن صدای خوشحال رامان از بین رفت. سراب خانوم ما. جلوی در خشکش زد. چند ثانیه طول کشید تا بفهمه چه خبره. صحنه روبروش انقدر غیر قابل باور بود که نمیتونست درکش کنه. به خودش که اومد رو مرد هیکلی افتاده بود و با تمام قدرتش به سر و صورتش مشت میکوبید. فحشایی رو به زبون می آورد که تو تمام عمرش به زبون نیاورده بود. مرد قد کوتاه که اولین لگد رامانو خورده بود بلند شد. سراب بیحال گوشه دیوار تو خودش جمع شده بود. نمیتونست درست نفس بکشه. مرد رفت سمت رامان و از پشت گرفتش. مرد هیکلی با زور بلند شد.
حالا 2-1 شده بودن. 2 مشت محکم تو شکم رامان کوبید. اما بلا فاصله لگد محکم رامان بین پاهاش کوبیده شد و فلجش کرد. داد بلندی کشید و افتاد زمین. رامان با قدرت خودش رو عقب هل داد. مرد رو به دیوار کوبید. خودش رو آزاد کرد و چرخید و ضربه محکمی به گلوش زد. مرد شوکه گلوش رو گرفت و افتاد زمین. با سرعت خودش رو به سراب رسوند. ببینم سراب جان خوبی؟ کجا درد میکنه؟ ببینم دست تو. چیزی نیست، نترس. آروم نفس بکش، نمیتونی نفس بکشی. چشمش به مرد هیکلی پشت سر رامان افتاد. چشماش گرد شدن. قبل از اینکه بتونه حرفی بزنه، صندلی آهنی و محکم به کمر رامان کوبید. رامان داد بلندی از درد کشید. دستاشو 2 طرف سراب گذاشت ولی نیفتاد. صندلی رو برد عقب. خواست دوباره بکوبه به رامان، اما با مشت محکمی که به صورتش خورد بیهوش افتاد روی زمین. رامان با درد خندید. پدر سگ خرزور.